سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید امیدی هستم و توی این ویدیو میخوایم راجع به مأموریت شما در دنیا یا کار مورد علاقتون یا ترکیب از این دو صحبت بکنیم. ویدیو خیلی خوبی خواهد بود برای بچه‌هایی که هنوز احساس میکنن به کارشون علاقه‌مند نیستن یا باید و شاید رسالتشون تو این دنیا تکمیل نشده، یه احساس یه چیزی کمه رو دارن و توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به این موضوع. همچنین مقاله تکمیلی این ویدیو رو میتونید داخل سایت من hamidomidi.com که لینکش توی کپشن هست مطالعه بکنید و برای اطلاع از دوره ها هم به همون وبسایت میتونید مراجعه بکنید و از طریق واتساپ با پشتیبان‌ها در ارتباط باشید. خب به چه مباحثی میخوایم بپردازیم؟ چطور کار مورد علاقه‌مون رو پیدا کنیم؟ میخوایم ببینیم اصلا چیزی تحت عنوان کار مورد علاقه وجود داره و اگر وجود داره ما چطور باید از این کار استفاده بکنیم یا پیداش بکنیم. دوم که فرق علاقه با رسالت چیه؟ سوم که توهم داریم گاهی اوقات راجع به این که به چه کاری علاقه‌مندیم و یه داستان شخصی میخوام از خودم براتون تعریف کنم یا واقعیت یا اینکه واقعا به یه کاری علاقه‌مندیم که خودمون احساس میکنیم واقعا بهش علاقه‌مندیم و کسی ما رو درک نمیکنه. و چهارم این که سررشته این وسط چیکار است، ترکیبش با احساس چطوری میتونه به ما کمک بکنه توی یه حیطه خاص. و به امید خدا میخوام یه مقدار از سردرگمی، اگر خداوند این توانایی رو به من بده، شما رو نجات بدم و راهکار بهتون بگم. خب چطوری ما کار مورد علاقمون رو پیدا بکنیم؟ در وهله اول باید ببینیم که اصلا کار مورد علاقه از دید ما تعریفش چی هست. عموما کسایی که حالا به سمت یک کسب و کاری میخوان کشیده بشن یه بک‌گراندی از اینستاگرام دارن، از مثلا خانم کایلی جنر دارن، از یه سری بیزینسمن و بیزینس وومنا دارن و احساس میکنن که اگر قراره یک کاری داشته باشن باید مثل اونا خیلی ترتمیز باشه، خیلی به ظاهر خوشحالن، اونجوری که مشخصه، لایف استایل تمیزی دارن و کلن همه خوبیاشون رو توی سوشال مدیا با شما به اشتراک میذارن. در صورتی که اگر ما کمی واقع گرا باشیم متوجه میشیم که توی زندگی هر کسی مشکلاتی وجود داره. حتی اگر یک تتو آرتیست عاشق کارش باشه باز هم نگاه میکنیم میبینیم یک روزایی خسته است، یک روزایی کلافه است، یک روزایی دیگه اصلا حوصله نداره کارش رو انجام بده و حتی یه روزایی به این فکر میکنه که کاش که یه کار دیگه داشتم. پس ما میخوایم اینجا یه مقدار روشن بکنیم ایدئال گرایی رو. بچه ایدئال گرایی یعنی که شما همه چیز رو تکمیل و کامل میخواید، در صورتی که تو دنیای واقعیت کمتر این اتفاق ممکنه بیفته و معمولا شما با چالش های توی زندگی برخورد میکنی. حتی اگر کار مورد علاقت رو بری از یک مغازه، مثلا یه مغازه‌ای وجود داره و اونجا کار مورد علاقه میدن، مثلا صورت شما رو نگاه میکنن میگن که بفرمایید کار مورد علاقه شما نجاری هستش، بفرمایید این مال شماست و برید شروع بکنید. خب این از این بابت. ما بدیای یه سری اینفلوئنسرها توی اینستاگرام رو گفتیم که همه چیزای خوب رو به نمایش میذارن و کمتر از بدیاشون میگن، اما موضوع خوبش رو هم بیایید بررسی بکنیم و بهش فکر بکنیم. موضوع خوبش چیه؟ موضوع خوبش اینه که چرا اگر یک نفر علیرغم خستگی، علیرغم ناامیدی و علیرغم سختی کار به کارش ادامه میده برای ما خوشاینده. بخش حرف من رو باید قبول داشته باشید که بریم سراغ بخش دوم. بخش اول حرف من چی بود؟ این بودش که ممکنه این افراد دچار ناامیدی، اضطراب، ترس و یا هر چیز دیگه، حتی افسردگی هم بشن تو خلال کارشون. اما بخش دوم چیه؟ پس چرا ادامه میدن و چی اونها رو میکشونه به سمت ادامه دادن؟ ما اینجا با یه تعریف متفاوتی داریم روبرو میشیم. اینکه شاید پارت تایم و کوتاه مدت اون فرد از کارش زده بشه، اما همچنان میبینیم که 4 یا 5 سال همچنان داره کار رو ادامه میده، علیرغم پشت کردن به ایدئال گرایی، علیرغم این که اگر من میخوام برم وارد یه شغلی بشم یا یه کاری رو انجام بدم حتما باید هر روز خدا که اون کار رو انجام میدم مورد علاقم بشه، در صورتی که اینطوری نیست. پس تعریف ما از کار مورد علاقه یه مقداری داره تغییر میکنه. پس باید ببینیم که با اولین چالشی که توی کار برای ما پیش میاد آیا پا پس میزنیم یا همچنان ادامه میدیم. خب پس اینجا جواب این سوال که چطور کار مورد علاقم رو پیدا بکنم
باید به این نتیجه برسیم که شما معمولاً به سمت یک سری از کارها متمایل میشید. مثلا من به سمت تدریس کردن مایل هستم، اما خیلی وقتا هم شده کامنت منفی اومده و من باز همچنان فرداش اومدم ویدیومو ضبط کردم. خیلی از وقتا دچار تنش شناختی شدم، یعنی که گاهی اوقات وجود داره شما سردرگم میشی از شناختت نسبت به خودت، ولی باز ادامه دادم و اینطوری میتونم بگم که در کنار این که تدریس کردن رو دوست دارم و به نظرم یکی از کارهای مورد علاقه من هست، چالش هاش رو هم قبول کردم. پس شما در وهله اول باید به این نتیجه برسید که به سمت چه کاری تمایل دارید، حتی اگر در سنین کم هستید، و بعد برید توی اون کار و ببینید که اگر چالش های سختی برای شما ایجاد بشه، اون موقع ریاکشن یا واکنشتون به اون چالش ها چی هستش. اگر ادامه دادید که فبها ادامه میدید و نتیجه هم میگیرید. اگر پا پس زدید و مغزتون یه صداهایی از خودش تولید کرد، مثلا اینکه تو بی‌عرضه‌ای، مثلا این کار دوست ندارم، محیطش برام ناشناخته است، با افرادی که تو این کار هستن حال نمی‌کنم، یا از این دست مطالب، خب اینجا مشخص میشه که شما اون کار رو واقعا دوست ندارید. خب موضوع دوم، فرق کار مورد علاقه با رسالت چیه؟ چون خیلی ها توی گوگل سرچ میکنن رسالت من در این دنیا چیست. کاری با موضوعات معنویش و روحیش و اون بعد عرفانیش ندارم. من دارم کاری که ما به عنوان ابزار برای تجدید هویت خودمون انجام میدیم رو بررسی میکنم. ببینید گاهی کار مورد علاقه شما میتونه رسالت شما باشه. حالا رسالت که میگم، باز میگم به دید ماورایی بهش نگاه نکنید، اما من معتقدم که هر کسی از ما به این دنیا اومده که یک کار خاصی رو انجام بده. در واقع ما یه سری توانایی‌های بالقوه‌ای داریم که توی انجام یه سری از کارها خودش رو نشون میده و متفاوت میکنه ما رو نسبت به افراد دیگه. همونطور که میبینید کسی نمیتونه شبیه به مسی بازی بکنه، اما مسی خیلی رقیبای زیادی هم داره و از شما سبک بازیاشون رو اگر کنار هم قرار بدید نمیتونید مقایسهشون بکنید. شما نمیتونید بگید که مسی بازیکن بهتری نسبت به اینیستا بود، چون که اینیستا یک پاسور بسیار قوی، یه هدایت کننده وسط زمین بود و شاید وظیفش رو مسی نمیتونست انجام بده. و جالبه بدونید که رسالت یا همون چیزی که راجبش صحبت کردیم ارتباط خیلی عمیقی با همون استعداد نهفته درونی شما داره. میگیم فلانی تو حرف زدن خیلی خفنه، میگیم فلانی اگر بشینه پای کار خیلی خوب بلده کار عمیق رو تجربه کنه، میگیم مثلا محمد معامله‌گر خوبیه و میگیم حمید امیدی کسیه که کتاب خیلی دوست داره و خیلی میخونه. بنابراین شما به مرور زمان توی اون کار که جا میافتید و خودتون رو القا میکنید در واقع به جهان هستی در قالب اون کار، متوجه میشید که یک سری از کارها رو به درستی و خیلی زیبا دارید انجام میدید و مردم اون رو به عنوان رسالت شما میدونن. میگن فلانی اومده بود که مثلا آموزش پرورش رو متحول کنه، فلان کسک اومد که استادای تقلبی مثلا گوششون کشیده بشه و دیگه اصلا شرمنده بشن که فعالیت کنن، فروید اومد که روانشناسی جدید رو به دنیا بفهمونه. اما یه نکته، اگر شما به کاری علاقه‌مند نباشید، آیا قبول دارید که خلاقیتتون توی اون کار به مرحله بلوغ نمیرسه؟ شاید برانگیخته بشه و شکوفا بشه، اما به مرحله بلوغ نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه شما زمانی که علاقه‌مند به کاری نباشی، حوصله انجامش رو هم کمتر داری و خلاقیت توی حوصله، توی هیجان، توی سرخوشی شکل میگیره و هر چقدر شما نسبت به یک کار سرخوش، هیجان زده و مشتاق باشید، احتمالش خیلی بیشتره که جزئی بین بشید نسبت به بعدهای مختلف اون کار و بتونید چیزهای جدیدی رو کشف کنید. بنابراین رسالت شما میشه گفت تکمیل میشه، چون هیچ کس به اندازه شما نمیتونه اون کار رو به خوبی شما انجام بده. چرا؟ باز برمیگردیم به عقب‌تر، به خاطر میزان اشتیاق و علاقه‌ای که میزان حوصله و کنجکاوی شما رو بسیار بالا میبره. موضوع سوم، توهم ایدئالگرایی یا واقعیت، که یه بحث کوچیکیش رو توی مورد اول اشاره کردیم.
آیا شما تصورتون از کار مورد علاقتون این هستش که یک کاری باشه که به محض ورود بهش بگید، بخندید و فوق‌العاده بازدهی داشته باشید که این میشه ایدئالگرایی و هیچ روزی غمگین نباشید، ناراحت نباشید و دلسرد نباشید، ایدئالگرایی مطلق؟ یا میتونید با واقعیت ها مواجه بشید؟ تجربه‌ای که من دارم اینه که شما توی هر کاری که وارد بشید چالش های خاص خودش رو داره. من یه زمانی فکر میکردم که اگر توی اینستاگرام به راحتی افراد میتونن پیشرفت بکنن، پس من هم باید همین کار رو انجام بدم. به مرور رفت جلو و باورم قوی تر شد و گفتم که توی اینستاگرام افراد بسیار زیادی وجود دارن و به واسطه این افراد پست های من خیلی زودتر از یوتیوب دیده میشه. اما در کمال تعجب رفتم جلو و متوجه شدم که افراد بیشتری توی اینستاگرام پست های من رو میبینن و پست های من زودتر دیده میشه، اما به همون نسبت کامنت های منفی هم برای من بیشتر میشه. کامنت هایی که روح‌خراش هستن و شما رو میبرن به عمق تاریکی اگر شخصیت حساسی داشته باشید. دلسرد شدم و تصمیم گرفتم که روی کردم و عوض کنم. اونجا من با واقعیت مواجه نشده بودم و راجع به این کار با هر کسی که صحبت میکردم راجع به جوانب مثبتش فکر میکردم. اما شاید بهتر بود که از دوستانم که پیج اینستاگرام بالایی دارن راجع به مشکلات این کار هم میپرسیدم. در واقع شما اگر بخواید وارد یک کاری بشید که احساس میکنید بهش علاقه‌مند هستید، باید به سراغ افرادی برید که اون کار رو دارن به خوبی انجام میدن و از مشکلات اون کار سوال بکنید در وهله اول. ببینید تاب و تحمل مشکلات اون کار رو هم آیا دارید و همچنان مشتاق هستید اون کار رو انجام بدید یا خیر. پس دچار این توهم ایدئالگرایی نشید. فکر نکنید که همه بلاگرهای اینستاگرام آدم‌هایی هستن که به راحتی پول در میارن و هیچ مشکلی ندارن. احساس نکنید که اگر یک زوجی داخل اینستاگرام همدیگر رو بغل میکنن، همدیگر رو میبوسن و جلوی دوربین به همدیگه احترام میذارن، زندگیشون به همون نسبت خوب هستش. شما پشت پرده داستان رو نمیبینید و حقیقتا اگر ببینید اون آدم شما رو از دست میده، چون شما هویت اون شخص رو به خوشی، به پولداری، به زندگی خوب میشناسید و نمیدونید که آیا با همسرش سر این که چرا پسرهای مختلفی دارن بهش توجه میکنن یا اون لباسی که پوشیده چیه ندارید. میرسیم به بحث سررشته. ممکنه که در مسیر پیدا کردن کار مورد علاقتون فعلا واضح نباشید و ناچارن سراغ یک کاری رفتید. به اون ما میگیم سررشته یا مهارت. علاقه‌مند نیستید به مکانیکی اما توش مهارت دارید. ترکیب به علاوه احساس خوب. فکر نکنید که اگر سراغ شغلی رفتید که باید و شاید مورد علاقتون نیست شما زندگی رو باخت دادید. شما هنوز از قدرت ترکیب کردن با خبر نیستید. ممکنه که توی مکانیکی مشغول به کار هستید و به عنوان یک مهارت برای رسیدن به پول به اون شغل دارید نگاه میکنید، اما کار مورد علاقه‌ای که توی ذهنتون هست نوازندگی پیانو هست و وقتی که این کار رو انجام میدید گهگدار به سمت پیانو هم کشیده میشید و در کمال ناباوری متوجه میشید که یک سری از ویژگی‌های یک خودرو و یک پیانو مشترک هستش و شاید علاقه‌مند بشید که یک پیانو رو تشریح بکنید، بازش بکنید، ببینید از چه اجزایی تهیه شده و اونقدر ماشین‌های مختلف و پیچیدگی‌های مختلف پیش شما اومدن که این پیچیدگی‌ها و مشکلات رو شما حل کردید که توی ذهنتون سخت نیست اگر بتونید یک پیانو رو تعمیر بکنید و چه بسا از این کار هم لذت میبرید و احساس خوبی دارید. پس اینجا ما یه مبحثی رو داریم به اسم ترکیب. اگر به هر دلیلی وارد یک مهارت شدید باید بدونید که در این جهان همه چیز به هم وصله. به نحوی میتونیم همه چیز رو به همدیگه وصل بکنیم و بعدها میتونید اون رو ترکیب بکنید با علاقه خودتون. چه بسا اون مهارتی که توش قوی هستید اگر هم ترکیب نشه با کار مورد علاقتون تجربیات زیادی به شما داده. مثلا توی مغازه با مشتری صحبت کردن زیاد به شما اعتماد به نفس زیادی داده که بعدها اگر خواستید از مغازه لباس فروشی بیاد بیرون و برید سراغ صنعت مد و فشن با اعتماد به نفس بالاتری برید سراغ این کار. مثالش رو اگر بخوام یک مثال شخصی براتون بزنم، من همیشه به روانشناسی علاقه‌مند بودم
و کتاب‌های زیادی مطالعه می‌کردم. شاید خیلی محو این رشته می‌شدم و وقتی این کار رو انجام میدادم گذر زمان رو احساس نمی‌کردم. بعدها گذشت، به خاطر اینکه واضح نبود توی ذهنم که قراره چی کار انجام بدم، اومدم سراغ دیجیتال مارکتینگ و این شد ثمره من که یک وبسایتی رو من طراحی کردم و شروع کردم توش مارکتینگ انجام دادن به سمت و سوی روانشناسی. در واقع من این رو ترکیب کردم، این دوتا ویژگی رو، و یک چیز جدید در آوردم. شاید توی ایران کسی وجود نداشته باشه که این همه کتاب روانشناسی خونده باشه و یک دیجیتال مارکتر قهارم باشه یا سئو کار قهار. پس بنابراین من میتونم خیلی شکوفاتر بشم از وبسایت هایی که محتوای متنیشون رو دارن شرکت های دیگه می نویسن و خیلی سطحی هست و تجربه نشده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سوالاتتون رو توی کامنت از من بپرسید و به سایت من هم سر بزنید و از مطالب استفاده کنید. خدا نگهدارتون.